که مردم با فرا رسیدن عید علاقه پیش از اون باید که فطر روزه یعنی داده شود. می گفتید که صدقه فطر عموما باید به کی داده شود و چرا آن را صدقه میگویم؟ چون واقعا صدقه است، عطا است، احسان است، خیر است، بهره‌مند کردن شخص دیگر است. معنای فطر معناش گشایش. آدم وقتی که روز تا بگاه روزه داشت بگاه افطار میکنن، معناش گشایش روزه است. و این برای این صدقه فطر نامیده شده است که ماه رمضان است، بعدش عید فطر است و عید گشایش است. عیدی که بعد از اون دیگر بعد روزه‌داری نیست. برای این نامی را گذاشتن صدقه فطر. این عطا و خیر احسان نفقه‌ای که در پیش از ادای نماز فطر عید فطر یعنی به دیگران داده می شود. یک روز دو روز هم پیش برات باقی ندارد، بعدش نگذارد. اگر بعدش گذاشت دیگه صدقه فطر نیست و فقط صدقه عادی است. صدقه فطر از صدقه عادی خیلی فرق میکند. چون این در داخل رمضان حساب می شود. مادامی که در داخل رمضان حساب می شود و این برابر ادای فرض است. بعضی کمبودی هم هست، البته کمبودی که مثلا از مقدار معین کمتر پرداخت میکنن. مثلا حداقل اگر 7 سوم باشد 5 سوم پرداخت میکند. خطای دیگری است که مثلا از حق خودش ادا میکنه، حق پدر و مادرش ادا نمیکند، از حق بابا و مادر کلانش ادا نمیکند، از حق فرزندش ادا نمیکند. این کمی کاستی است که نباید مثلا سهلنگاری کرده شود. یا اینکه مثلا به پدرش میدهد صدقه فطر رو، به فرزندش میدهد. این ممکن نیست این چیزا. خب صدقه فطر با عموم کم بغلا است، با کسایی کم بضاعت هستند، فقیر هستند، دستنیگر هستند، نیازمند هستند. اون به اینم کسی که آدم روزه می‌دارد بر اون حتمی است که نفقه پدر و مادرش رو تامین کند. نفقه همسرش رو تامین کند، نفقه فرزندش رو تامین کند. وقتی بر اینا صدقه فطر میدهد این جایز نمی‌شود. چرا تو به این باید مسئول هستی که نفقه عطا کنی. این پرداخت برای کم بضاعت و نیازمند و فقیر است یا یتیم است و مسکین است و غیره.